مولانا گفته است آب دریا را اگر نتوان کشید، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدری تشنگی باید چشید. باید گفت که قرآن کریم کتابی است که تنزیل من رب العالمین داده شده از سوی رب العالمین برای هدایت و راهنمایی جن و انس تا این نوع موجود مکلف در پیش بر امور زندگی دنیوی و سرنوشت حیات اخرویشان دچار مشکلات نگردید. پدر و مادر تو گوهری است که از دریا گوهر بار نعمت‌های الهی یک بار به دست می‌آیند. پدر و مادر تو نعمتی است که و به سبب آنان و این بزرگی و کمال انسانی رسیده اند. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. دوستان عزیز و حاضرین محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از تقدیم سلام طبق برنامه بنده را در رابطه با فضایل قرآن کریم این کتاب نور و هدایت صحبت مختصری داشته باشم. دوستان گرامی، قرآن کریم بحری وسیع و عمیقی است که یک یا چند انسان نمیتواند میلیون ها و در و گوهری گرانمایه حکمت و از ظرفایی که در آن است به دست آورد. اما به قدر وسع و توانا باید بکوشد و حسب مقدور از آن بهره بگیرد و دور به دست آورد. مولانا گفته است آب دریا را اگر نتوان کشید، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدری تشنگی باید چشید. لذا با اختصار باید گفت که قرآن کریم کتابی است نازل شده از سوی رب العالمین است و برای نور و هدایت انس و جن تا این دو نوع موجود مکلف است و در پیش بردی امور زندگی و دنیایشان و تعیین سرنوشتشان دچار مشکلات و سردرگمی نگردیدند و در روشنایی قرار گیرند. شما میدانید که اگر راهنمایی‌های قرآن کریم دست انسان را گم کرده و جاهل را که دنیا را مملو از فساد و بی‌عدالتی ساخته بودند نمیگرفت و میتوانستند دوباره برگردند و به سوی نور و هدایت سفر نماید؟ هرگز. خداوند متعال در آیه‌ای که به حضور شما تلاوت شده فرموده است این قرآن کریم شما را برای راهنمود می‌کند که مستقیم ترین راه‌ها و به مؤمنان که راه‌های پاداشی از بزرگان بهشت است. شاعر در وصف خود چه زیبا فرموده است، چه زیبا سخن گفته است. قرآن به دل فسرده جان می‌بخشد، قرآن به دل فسرده جان می‌بخشد، از رحمت خود جان به جهان می‌بخشد. این معجزه پاک رسول ثقلین، این معجزه پاک رسول ثقلین حقا که حکمت جاویدان میبخشد. ای بار خدایا از نور قرآن دلهای ما را منور ساز و از رحمت قرآن دلهای ما را رحمت ده و از قوت قرآن دلهای ما را قوت فرما و از هدایت قرآن دلهای ما را هدایت فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از توجهتون. السلام علی سید المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد حضار گرامی و عزیزان محترم، نخست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ثانیاً برای شما توفیق مزید برای آنچه میگویم آرزو دارم. دوستان گرامی، پدر و مادر دوگلی است که در بهار همدیگر انسان یک بار میشکفند. پدر و مادر دو گوهر است که از دریای گوهربار نعمتهای الهی یک بار به دست میآیند. پدر و مادر دو نعمتی است که ما به سبب آنان به این بزرگی و کمال انسانی رسیده ایم. پدر و مادر ما را تربیت کرده است. پدر و مادر ما را سخن یاد داده است. پدر و مادر ما را به مدرسه و مکتب گذاشته و علم آموخته است. پدر و مادر تا این دمی مشکلات ما را به دنیای شفقت و دلسوزی به عهده گرفته و متحمل شده است. پس ما باید قدر این دو ارزشی بالا مقام را بدانیم. ما باید خدمت این دو انسانی بزرگ را با دل و جان انجام دهیم. ما باید به طرف آنان تن نگاه نکنیم. ما باید به امر صدای آنان فوراً لبت بگوییم. ما باید هر آنچه از توان داریم از آنان دریغ نورزیم. خداوند متعال در مورد والدین تاکید فرموده و گفته است و بالوالدین احسانا، یعنی نیکی کنید به پدر و مادر. و در جای دیگری فرموده است و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ای انسان، پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرسته و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن پیری برسند، او به آنان نگو و آنان را از پیش خود مران و با سخنان محترمانه و آن دو سخن بگو. دوستان ارجمند، حالا بیایید برای پدر و مادرمان دعا کنیم که خداوند آنان را در هر دو گیتی مورد الطاف و عنایتش قرار دهد و سعادت و فوز کامیابی نصیبشان گرداند. شاعر در مورد والدین چه زیبا سروده است. بیاید با هم این سروده زیبا را زمزمه نماییم. والدینم ای دو تاج پرضیای زندگی، والدینم مظهری صدق و صفای زندگی، والدینم مظهری صدق و صفای زندگی. ای پدر و ای مادری خوب و عزیز و مهربان، ای دو گلزاری پر از مهر و وفای زندگی، ای دو گلزاری پر از مهر و وفای زندگی. والدینا از رهی صدق و صفا در هر کجا، والدینا از رهی صدق و صفا در هر کجا، خدمتتان را کنم تا انتهای زندگی. و من الله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از توجهتان. قرأ. الصلاة والسلام على من قرأه هذا كتابا ورتله ترتيلا وعلى آله وأصحابه الذين تعلموه وعلموه تعليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. سورة الحاقة آیه 43. حاضرین نهایت معزز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب حاجی بلال فرزند حاجی ابراهیم، یک تن از دانش آموزان آموزشگاه مرکز تعلیمی و تربیتی صدیق اکبر رضی الله عنه می باشم. می خواهم دقایق چند در مورد کلام رو بخش الهی، کتاب نور و هدایت، کتاب تمدن و تفکر، کتاب تدبر و سیاست، کتاب اخلاق و فرهنگ، کتاب اسلام داری و تکنولوژی، کتاب فقه و اقتصاد، کتاب ترقی و تعالی، کتاب بیانگری، همه خوبی های قرآن مبارک صحبت مختصری داشته باشم. حاضرین گرامی، قرآن کریم بر وسعی و عمیق است که یک گویا چند سال نمیتواند میلیون ها دار و گوهر گران نماید. به خدمت که در آن است
از ژرفهای آن به دست آورند، اما به قدر و سعی و توان باید بکوشیم و حسب مقدور از آن بهره بگیریم و دام به دست آوریم. و گفته مولانا رحمت الله علیه، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. لذا با اختصاص باید گفت که قرآن کریم کتابی است که تنزیل من رب العالمین داده شده از سوی رب العالمین برای هدایت و راهنمایی جن و انس تا این نوع موجود و مکلف در پیشبرد امور زندگی دنیوی و سرنوشت حیات اخرویشان دچار مشکلات نگردید و در روشنایی قرار گیرد. شما میدانید اگر قرآن دست انسانها را گم کرده و جوهر را که ممنوع از فساد و بی‌عدالتی ساخته بودند نمیگرفت، آیا خود میتوانستند بازگرداند و به سوی نبوت و هدایت سفر نماید؟ هرگز همانا آفتاب نور قرآن بود که به قلبهایشان طلوع کرد و این بشر سرگشته را سر و سامان بخشید. و در اخیر ای بار خدایا از نور قرآن ما را هدایت فرما. از الله جل جلاله میخواهیم همه ما و شما و تمام مؤمنان را از بیماری تکبر محفوظ دارد، عادت عاجزی و خاکساری و تواضع را نصیب مان کند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.